savol va بعد از طواف عقب مقام ابراهیم به نماز میخوانند. نماز طواف هست کو همین بغیر از 2 رکعت 4 رکعت خوانده میشود؟ 4 رکعت 6 رکعت مثلا کمتر یک تا آدم که بحث کردیم من گفتم پیغمبر صلی الله علیه و 2 رکعت خواندن در کل گفتگی و میگه که این نماز فرقش چی 4 رکعت من خواندم 6 رکعت خوندم این نماز کو نه عبادت کو بهترش همون اونجا در بین عبادت دیگر عبادت باید داخل نکنند. حاضر شما وقتی که طواف به شروع کردید شرطی طواف همین که بعدی طواف صفا و مروه شود، یعنی فصلی طولانی نشود، یعنی بین طواف و بین صفا و مروه 2 رکعت نماز است. وقتی که صفا و مروه تمام کرد کو انا بیاد 100 رکعت خواند. بله صفا و مروه تمام کنه اومده 100 رکعت خواند. در بین عبادت خودش داخل نکناند. حاضر مثلا بامداد به اذان گفت ما 2 رکعت سنت میخونیم بعد 2 رکعت فرض میخونیم قطار امام در جماعت، مابین هم به 10 رکعت نماز یا 5 رکعت نماز ندارد، 2 رکعت هم ندارد. چون که این وقتی که شریعت همین قدر 4 رکعت وقت به جا داده است. انا وقتا که آفتاب برآمد تا وقتی قیامت 100 رکعت خواند. من مانند ابن قدامه 300 رکعت خواند. همین صاحبی عمدة الاحکام هر روز بعد آفتاب برآمدن تا پیشین 300 رکعت نماز میخواند. من حیران میشم همیشه عالمای کتاب تاریخاشونه میگم این آدم کی به کتاب میخواند بعد سبحان الله. میگه هر چقدر آدم علمش زیاد شد هم قدر عبادتش زیاد میشد است. هم تو گرید اگر چم عبادت علم بهتر و 300 رکعت نماز نافل خواند فایدهش فقط خودش به لیکن حتی کتاب خوانده برود 300 رکعت جاش به یک کتاب خوانده برود اگر دانه تکرار میشد فایدهش برای آدمو کو میگوییم. چون عالم این کارو میکنه تا حیران میشد آدمی طالب علمی جوان. لیکن آدم هر چقدر علمش زیاد شد اون قدر عبادتش هم زیاد میشه.